سلام. 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 سلام علیکم. خوبی؟ سلامتی؟ مخلصم. آقا به چنل پادروز خوش اومدین. اولین ویدیو چنلمونه. اگه دوست داشتین لایک کنین، اگه دوست داشتین ساب کنین، اگه دوست نداشتین نکنین. هر کاری دلتون میخواد بکنین. اینجا ما اومدیم که هر چیزی که فرضیه است، هر چیزی که واقعیته، هر چیزی که تخیلیه، همه اینا راجع بهشون صحبت کنیم. برنامه امروزمون اینه که ما 30 تا سوال طرح کردیم. حالا برنامه‌مون دقیق مشخص نیست. 30 تا سوالمون سوالایی که جامعه راجع به تمام علومه، قرار راجع بهشون حرف بزنیم. و جواباش اینطوری که یه سریال میدونیم، یه سریال هم اینطوری میگیم. حالا بخوام یه شناخت از خودم بدم، من مهدیم. ایشون اردوانه. پادروز هم که اسم چنلمونه، در اصل میشه یه مخفف یا اسم خودم. اردوان کلا همه چی علمی میبینه، طبق قوانین واقعی میبینه، طبق واقعیت میشناسه. من در نه، حد مطالعات هم در حد مطالعات زیادش. کلا اینطوریه که من مطالعات ندارم ولی دارم. من چه جوریم؟ من اگه بخوام شناخت بدم، از 12 سالگی تنم میخواد برای همچین چیزایی پیشو گرفتم. الان علاقه زیادی بهش دارم ولی نزدیک 4 ساله هیچ اطلاعاتم آپدیت نشده، همون قدیمیاست. طبق چیزی که فکر کنم جواب میدم. یعنی شاید مثلا تخیلات من اینطوری باشه که چیزی که اردوان میگه اشتباهه، اردوان میگه تو اشتباه میکنی. اصلا مهم نیست. بریم برای سوال اول. آیا زمان میتواند متوقف شود؟ ببینید والا طبق نظریه نسبیت این موضوع امکان ناپذیره. فقط میتونه به جلو یا عقب، زمان به جلو و عقب میره، در زمان خاصی متوقف نمیشه. یعنی میتونه سرعتش کمتر یا بیشتر باشه؟ سرعت کمتر بیشتر، اونم بازم طبق نظریه نسبیت. حالا اینکه اون میرسه به وجودیت زمان و این چیزا، حالا ما به اون کاری نداریم. ولی اگه بخوام خود زمان رو بحث بگیریم، سوال چی بود؟ آیا زمان میتونه متوقف بشه یا نه؟ زمان. خب حالا نظرتو گفتی دیگه ها؟ بگو. خیر، فقط به جلو و عقب ممکنه کشیده بشه. اونم حالا به جلو رو که ما داریم میریم، به عقبش هم حالا تلسکوپ و اینا هستن که از چندین سال قبل، حالا اونم بحث سفر نور و این چیزاست. ولی خیر، در یک زمان خاص متوقف نخواهد شد. به نظر شما چی؟ به نظر من میتونه متوقف شه. حالا چرا همچین حرف میزنم؟ طبق رفرش ریت چشمی که داریم. خب ما مثلا نرمال انسان تا جایی که من میدونم 24 فریم بر ثانیه میبینه. خب حالا ما بیایم اگه اینو افزایشش بدیم، مثلا بشه 3000 فریم در ثانیه، مثل ویدیو اسلو موشنی که تو گوشیمون میبینیم. خب داره زمانو کش میده دیگه. حالا بیا انقدی ببرش بالا، مثلا بکن 10000 فریم بر ثانیه. خب زمان انگار متوقف شده. بستگی به سرعتش داره، مثل سرعت نور و این داستانا و این چیزا. اگه گفتم رفرش ریت فقط برای اینکه بتونیم توی گوشیت هم تست کنیم، مثلا ببین اینطوری میتونه کش بیاد. میگم استدلالای من برای خودمه، فرضیات خودمه. اردوان رو حساب کتاب بهت میگه. چرا سیاه‌چاله ها نور را جذب میکنن؟ خب جواب علمیش که میشه به دلیل گرانش قوی که سیاه‌چاله‌ها ایجاد میکنن دیگه. سوال چی بود؟ چرا سیاه‌چاله‌ها نور رو جذب میکنن؟ چون سیاه‌چاله‌ام، سیاهی هم کلا قابلیت جذب کردن داره. درسته دیگه. الان شما توی یه دونه چاه چراغ قوه بندازی، چراغ قوه خیلی، میگم چاه خیلی عمیق باشه، تهش که نمیبینی. میبینی؟ نه، جذب میکنه نور رو. ماده تاریک رو حالا میتونی مثال بزنی برای این موضوع. ولی خب باش. آره. آیا سفر در زمان ممکنه؟ خب بازم طبق نظریه نسبیت این هم احتماله. شما وقتی ببینید دو تا برادر دوقلو رو در نظر بگیرید، یکیشون فضانورد باشه و یکیشون حالا کارمند بانک، اونی که به فضا میره و بعد از حالا یه مدتی میاد، از اون داداش دوقلوش یه خورده سنش کمتر و جوانتره. بر طبق نظریه نسبیت شما اگر سرعتتو به یه حدی برسونی، امکان این که در زمان سفر کنی هست، اما تماما تئوریه و چیزی نیست که بشه 100% حالا ساخت و ازش استفاده کرد. یعنی تا حالا کسی به گذشته نرفت، ولی ما تصاویری از گذشته داریم. ببین اگه برگردیم دوباره به فرض کردن من و ذهنیت من و چیزایی که برای خودم تخیل میکنم، اینطوریه که امکان داره. حالا چطوری؟ این کره زمینه، این مثلا ماییم. خب اگه تو آن واحد که اینجا نشستیم بتونیم از طریقی تلپورت کنیم،
یعنی مثلا من اینجا 1 میلیون سال نوری فاصله بگیرم از زمین، اینجا ما درجا برم اونجا با یه تلسکوپ خیلی قوی که وجود نداره بتونم جزئیات زمین رو ببینم، داخل زمین رو ببینم، گذشته رو میبینم. حالا نمیتونم حساب کتاب کنم براتون، خودتون حساب کتاب کنید چقدر گذشته زمین رو ببینم، ولی فکر کنم به ازای اونی که رفتم بتونم ببینم مثلا 1 میلیون سال پیش رو ببینم، شاید دقیقش رو نمیدونم، فرضه. خب همچین چیزی امکان داره. حالا در آن واحد که اونجام اگه دوباره در آن واحد بتونم تلپورت کنم برگردم زمین، خب اینطوریه که من تو گذشته سفر کردم. خب بریم سوال بعد. جهان چگونه و از کجا آغاز شد؟ ببینید طبق دیگه نظریه هاکینگز ما بخوایم چیز کنیم، جهان از بیگ بنگ شکل گرفت، بزرگترین انفجاری که بر اثر برخورد ذرات به هم شکل گرفت و باعث بزرگ شدن و حالا انبساط جهان شده. بیگ بنگ. بیگ بنگ. انفجار بزرگ. ببین خب اینو هممون میدونیم که از بیگ بنگ، یعنی چیزی که بهمون گفتم، چیزی که در حال حاضر علم داره میگه بیگ بنگ. من بینش کار ندارم، من یه سوال دارم. استیون هاکینگ درگشته گفته که نمیدونم جهان از هیچ به هیچ به وجود اومده، خدایی وجود نداشته، خود جهان همینطوری آفریده شده. من اصلا به بیگ بنگ کار ندارم، فقط اینو میخوام بگم که اگه نظریه بیگ بنگ هم بخوای ببینی از چی بود، الکترونای برخورد ذرات. حالا برخورد ذرات، یه سری گردش اتفاق افتاد طی چندین و خوردن به هم دیگه، منفجر شد، بعد زمین اومد، آب شد، خاک شد، باد شد، هر چی که شد. اینو میخوام بگم که طبق اون نظریه هم نگاه کنی، همون انرژی که باعث جنبش اون ذرات شد چی بوده؟ من اسمو میذارم خدا. منطقیه یا غیر منطقیه؟ یه چیزی باعثش بوده دیگه. حالا رفتیم تو وجودیت خدا، اصلا کاری با اون ندارم، هیچ ربطی هم نداره. آیا مولتیورس یا چند جهانی واقعی است؟ خب ببینید ما یه نظریه داریم به اسم نظریه ریسمانی. البته ببینید صرفا نظریه است، ولی خب این نظریه در صورت اثبات میتونه دنیاهای موازی رو اثبات بکنه. و خب هنوزم این نظریه اثبات نشده. حالا نظریه ریسمانی چی میگه؟ این که دنیا یه خط ثابت نیست، چندین و چند خط ثابته که از چندین و چند واقعیت همزمان شکل گرفته. تا زمانی که ثابت نشه صرفا یه نظریه نیمه واقعیه. حالا کسی این ویدیو رو میبینه، شما میتونید نظرتون رو به اون بگین. آره نظرتون رو تو کامنت آره حتما بگید. ما یه ویدیو دیگه کلا درست میکنیم، چون اومدیم اینجا ویدیو درست کنیم، اومدیم درست کنیم راجع به همین چیزا حرف بزنیم. ببین من نظرم بخوام راجع به مولتیورس بگم، به غیر از فیلم‌های علم تخیلی که هممون دیدیم، مثلا مارول اومد کارمون کرد اخیراً خیلی هم خفن بود، نظر شخصی من اینطوریه. من یا همه ما آدما یه سری خوابا می‌بینیم، حالا یه سری کلا خواب می‌بینیم، یه سری خوابا می‌بینیم که فضاهاش مشترکه. یعنی چی؟ من خودم 7 تا مکان ثابت توی خوابام دارم، یکیش کویره، یکیش امامزاده صالحه، یکیش توی شمالم، یکیش توی جنوبم، یکیش توی کانادام، اینا ثابته. بعد دیدی توی خوابت مثلا یه آدمی رو می‌بینی که انگار سالیان سال میشناسیش، ولی وقتی بیدار میشی اصلا نمیدونی این کی بوده، ولی تو اون خواب خیلی احساس راحتی داشتی. بخوام برات مثال بزنم، توی خواب کویر من اینطوری که یه دونه خونه توی کویر دارم، یه دختر بچه 6 ساله دارم، یه دونه موتور تریل، هیچی دور و برم نیست. تو فاصله شاید مثلا 500 کیلومتری یه دونه امامزاده است که مثلا آبش رو من تامین میکنم براشون میبرم. توی اون خواب من تقریبا 52 سالمه. من دائما مثلا ماهی 2-3 بار اون خوابو میبینم. اینو از بقیه هم پرسیدم و همچین چیزی رو تجربه کردم که مثلا آره آقا ما یه سری آدمایی که نمی‌شناسم، من خیلی حس نزدیکی به دخترم دارم توی اون خواب. در هم عقیده اینه که وقتی که میخوابیم میریم تو کاربردهای مختلفمون توی جهانهای دیگه زندگی، اونا هم تجربه میکنیم. خب اگه این موضوع درست باشه که من چندین تا شخصیت قاتل جانی دارم. خب دیگه الان مثلا همین ویدیویی که داریم ضبط می‌کنیم شاید خواب یه ورژن من دیگه توی جهان دیگه باشه. این یکی از نظرهای منه. نظر دومم بخوام بگم راجع به مولتیورس چی میشه، اینکه آقا هممون زاویه مثلا تلسکوپی چشمو دیدیم که مثل یه دونه کهکشان، غیر اینه شبیه کهکشان. من میگم حالا اینو فرض کن ما این چشه رو بتونیم انقدر ریز بشیم بریم تو چشه ببینیم عمقش چیه. ریز که بهت میگم کوانتوم ول کن، پاره کن، برو پایین قشنگ، خیلی ریزتر از حرفه. به نظر من تو اون چشه باز بری میتونی یه جهان دیگه ببینی. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا توی ریز میشی دوباره یه کهکشان دیگه میبینی، منظومه شمسی میبینی، کره زمین میبینی، دوباره میری تو کره زمین 8-9 میلیارد آدم میبینی، تو چشه هر کدومش دوباره جهانهای دیگه است، دوباره میری توش میری، یعنی جهان لایه. چون اینو توی عبارات فلسفی زیاد دیدیم که میگن جهان ما چندین لایه است. اینا رو من یه بار نشسته بودم سر نهار به این نتیجه رسیدم. اون قبلی هم که گفتم تو همون بود، داشتم فکر می‌کردم خوابم خیلیه.
حالا شما میخواید فکر کنی، خود فکر کن ببین میخوره با مغزت. آیا ماده تاریک قابل مشاهده است؟ ببین خب ماده تاریک اسمش روشه دیگه، ماده‌ایه که هیچ گونه قابلیت بازتاب نوری نداره، صرفاً اثراتش قابل مشاهده است، یعنی که چقدر نور بهش تابیده شده و اینا، صرفاً اینکه بازتابی نداره قابل مشاهده است. آره. چرا مغز انسان الگوها را تشخیص می‌دهد؟ خب ببینید به خاطر تکامل دیگه، انسان اولیه در اصل می‌خواست خطر رو از چیزهای بی خطر جدا کنه. خب شما چمن احساس خطری بهتون نمیده، اما کنگال یک حیوان بهتون احساس خطر میده. باید الگوی هر جفتش رو درک میکرد تا بدونه از چی باید فرار کنه و روی چی باید استراحت کنه. به خاطر همین موضوع بر اثر تکامل ما یه سری از الگوها رو برامون قابل فهم شد. مثلا چوب خشک برای آتش زدنه، حالا در ادامه برای ساخت مثلا لوازم و اینا هم استفاده میشه. یا چه میدونم گلوله اسلحه مثلا برای اینه که جا خالی بدی، آدم بکشی. یا اینکه مثلا اسلحه اینه که بیشتر حواست باشه چی کار میخوای بکنی. شما باید برای اینکه از خطر دور بمونی و چیزهای بی خطر از خطرناک جدا کنه الگوها رو تشخیص بدی. البته یه سری الگو هم داریم که غریزیه، یعنی ما اون الگوها رو شاید یه سری حیونا باشن قدرت یادگیری نداشته باشن. انسان هم همینه، اولش که مثلا به دنیا میاد چجوریه، خب یه دونه نوزاد میدونه که باید الان شیر بخوره، اینو کسی بهش یاد نده، رو غریزه‌شه. یه سری الگو هم پیش‌فرض اون تنظیم شد، یا مثلا میدونه که باعث ناراحتیش بشه گریه میکنه، اون الگو هم هست. گربه شرودینگر زنده گربه است؟ اروین شرودینگر دیگه. بله. بذارین اول من نظریه رو براتون بگم. ببینید اروین شرودینگر برای اثبات یک سری نظریه دیگه، یک نظریه دیگه خودش نظریه طراحی کرد که چی؟ که اینکه آقا ما یه محفظه‌ای داریم، در اون محفظه یک کپسول سم قرار داره و ما یه گربه رو میذاریم داخل اون محفظه بزرگتر. حالا درش رو هم میبندیم. اون کپسول سم توی هر زمانی امکان انفجارش وجود داره و خب برای اینکه بفهمیم گربه زنده است یا مرده است باید چیکار کنیم؟ در جعبه رو باز کنیم. آفرین. درست بود؟ باید در جعبه رو باز کنیم و تا زمانی که در جعبه رو باز نکنیم وضعیت زنده بودن گربه به دو حالت زنده و مرده به صورت همزمان تقسیم بندی میشه، یعنی هم امکان مردنش هست هم امکان زنده بودنش هست. آیا جهان بی نهایت است؟ این هنوز کامل مشخص نشده، نکته علمی نداره، هنوز مشخص نشده، یعنی همچنان در حال ادامه دادن. خب میتونیم تشبیه کنیم. اگه بخوایم این سوالمون چی بود؟ آیا جهان بی انتهاست؟ خب من یه دونه تشبیه میکنم. ببین ما رفتیم جلو ببینیم چه خبره، نه خارج از دنیا شایم بچرخیم. هر اطلاعاتی که داشتیم، هر دیتایی که داشتیم طبق کتابا بوده، طبق تحقیقا بوده، طبق چیزایی که دانشمندا بوده و گفتم بوده. حالا من یه مثال عینی ساده میزنم که مثلا آزمایشش تو هر جای میشه اتفاق بیفته. یه دونه آینه رو اینجا میذاریم، یه آینه رو دوباره میذاریم جلوش. دو تا آینه روبروی هم دیگه. تو از گوشه وایسی توی آینه رو نگاه کنی، خب یه چیز بی انتها رو میبینی. شاید چشت محدود ببینی، دوباره کوچیک شی، زوم کنی بازم یه چیز نامحدود می‌بینی. من اینو با گوشی S24 اولترا تست کردم، توی آینه زوم کردم، نه خب نه بازم دارم می‌بینم. میتونه جهان مثل ابعاد شکسته باشه، میتونه یه مثل منشور باشه. توی منشور هیچ وقت نمیتونی بفهمی تهش رسیده نه. هزار توی آینه رو تو تهش رو شاید به سختی پیدا کنی. چه نتیجه میرسیم؟ دانش بالا، علم زیاد میتونه جواب این سوالو بده که نه جاش اینجاست نه توی دنیا که سوال بهش رسیده. الان به هر دانشمندی هم بگی چی میگن؟ اثبات نشده ولی ممکنه. چرا موجودات خواب می‌بینند؟ برای پردازش احساسات و چیزاست توی چرا خواب می‌بینیم؟ خواب دیدن دو تا عوامل بستگی داره. عوامل مثلا علمیشو بخوایم ببینیم، بدن ما خسته باشه، اینطوریه که مثلا مغز تو از صبح یه سری فعالیت داشته، توی هفته یه سری فعالیت داشته، توی ماه یه سری فعالیت داشته، میخواد اطلاعات پردازش کنه، میاد اینا رو جمع‌بندی میکنه، مثلا داره کشش چک میکنه، میاد برای تو هم مثلا سری اطلاعات رو میکنه بهت نشون میده. دیفالت این خواب همه آدم میبینن. یه سری کلا خواب نمیبینن که نمیدونم چرا، شاید به خاطر مشغله بیش از حد فکری کلا دیگه خواب نمیبینن. یه سری خواب نمیبینن، یه بخشی از واقعیت رو میبینن. دوباره برمیگردیم به اون بحث قبلیمون راجع چی بود؟ مولتی ورس و این داستانا که راجعش توضیح دادم، خوابایی که من میبینم. من کلا آدمیم که زیاد خواب میبینم. بعد اینطوری توی سری خوابام میتونم کنترل خوابام بگیرم دستم. خیلی بهم خوش میگذره، خیلی کیف میکنم، خیلی کارا توش انجام میدم. دلیل خواب دیدن اینه که قبل خوابم زیاد فکر میکنم. یعنی من میخوام بخوابم نیم ساعت 40 دقیقه قشنگ شاید فکر کنم، بعد تو همون فکر غرق میشم، وارد خواب میشم.
نه اینطوری. تو خواب می‌بینی؟ قشنگ خوابا. بیشتر وقتا قاتل سریالی هم ولی مثلا حال میده قضیه. آیا انسان میتواند جاودانه شود؟ جاودانگی الان تنها چیزی که ما میتونیم بهش امیدوار باشیم که بتونه مثلا انسانو جاودانه بکنه اینه که حالا مثلا تکنولوژی به حدی برسه که ما بتونیم ذهنمون رو انتقال بدیم به یه جسم نامیرا. این تنها راهیه که به نظرم میتونه انسانو جاودانه کنه که البته خب ایلان ماسک هم میگه جاودانی آنچنان به درد بخور انسان نیست، چون که خب پیشرفت از افراد به دست میاد، از ایده های نو به دست میاد و افراد معمولا ذهنیت خودشون رو تغییر نمیدن، افراد معمولا صرفا میمیرن و ذهنیت های جدید متولد میشن. خب ببین اگه نظر من بخوای راجع به جاودانگی اینطوریه که طبق حرکتایی که ایلان ماسک داره میزنه همه آدما رو داره میکنه نیمه ربات میخواد بکنه. کسی که پا نره براش پا میذاره، کسی که دست نره براش دست میذاره. سایبورگی. آره دقیقاً داره آدمای سایبورگی درست میکنه. شاید این جاودانگی باشه چون مغز خودش به خودش که از بین نمیره. یه بدن رباتیک رو برداری بهش مغز بدی میتونه جاودانه زندگی کنه. به غیر از این در علم حال حاضر اینطوری که آدما رو فریز میکنه. جاودانگی مرگ خاموشیه که خب دوباره میتونه برگرده، طرف 200 سال دیگه دوباره برگرده که هممون هم میدونیم چیه. یا اگر بتونن کاری بکنن که بدن خودش رو ترمیم کنه. حالا چجوریه ترمیم کردن بدن؟ اینطوریه که هر چقدر سلولای تو سریعتر بتونن خودشون رو ترمیم کنن بدن تو زودتر خوب میشه. میشه طبیعی. حالا اگه بتونی سرعت بدن تو بالا ببری، قدرت مثلا کنترل سلولات به دست بیاری، طبیعتا میتونی خودتو ترمیم کنی، بافته جدید بسازی که همچین چیزی تا 100 سال آینده شاید امکان پذیر نباشه. خودتو ترمیم به ما میدی؟ خب تو مبحث جاودانگی بودیم که داشتیم اردوان رو از دست می‌دادیم. خوبی؟ آره. انسان تا 40 سالگی عمر کنه بسته. آیا سفر به مرکز زمین ممکن است؟ خب ببینید لحاظ این که ما الان بخوایم به مرکز زمین سفر کنیم خب غیر امکان نداره. دما خیلی بالاست ولی خب اگه بتونیم یه جوری به دما چیره بشیم و اینکه دریلی بسازیم که بتونه این هم حفر کنه، یعنی واقعا کم نیست. بزرگترین تونل جهان هم شما الان برید نگاه کنید رو نقشه اندازه یه روسیه زده اندازه یه سر سوزن هم تو زمین فرو نرفته قضیه، ولی خب شاید امکان داشته باشه. بخوای واقعیت رو ببینین نه، مگر که سوپرمن باشه. که خب حالا دوستان دارن به یه جاهای خوبی میرسن راجع به این موضوع. ایشون که مرد عنکبوتی شد، حالا ببینیم سوپرمنش رو چجوری میتونیم. آره یه ویدیو میخوام بسازم از این که من اسپایدرمنم. اینو شاید بخندیم ولی من اسپایدرمنم. آیا میتوان آینده رو پیش بینی کرد؟ تنها توی یه مش احتمالات. اینکه مثلا شما میدونید شخص مثلا یک سری عادت‌های روزانه داره، شما میتونید آینده‌ش رو پیش بینی کنید. مثلا میدونید ساعت 6 صبح بلند میشه، ساعت مثلا 7 رو کم از خونه میزنه بیرون، از چه مسیری حرکت میکنه، مثلا سر راه چیکار میکنه. خب این قاعدتا شما میتونید آینده چند روزش رو مثلا پیش بینی کنید. آینده مثلا 3 سال دیگه چی شده، دقیقاً فلان روز فلان تاریخ چی میشه. اگر بخواد به همین رویه ادامه بده و مقصد سر کار باشه، قاعدتا میتونیم بگیم که یه وضع مالی خوبی به هم میاد. خب اومدیم اخراجش کردیم. دارم میگم بر اساس احتمالاته. من بخوام نظرم بگم آینده رو میشه پیش بینی کرد. خوب و دقیق با جزئیات هم میشه پیش بینی کرد. اینو میشه گفتش مثلا رو حساب جادو، رو حساب مثلا علم متافیزیک میشه گفت. نه اسم اون علم رو بین لیمیا کیمیا میمیا سیمیا شیمیا که نی کیمیا هم که نیست، بین لیمیا و میمیا و سیمیا موندم. حالا میمیا داریم یا نه ولی بین این علوم میشه پیش بینی کرد آینده رو طبق بال طرف. یه راه دیگه هم که داره اینه که خب ما هممون دژا برامون پیش میاد، درسته؟ یعنی اینکه ما این زندگی رو دور مرورش کردیم قبلا. حالا این نفر اگه انقدری به اوج مثلا تمرکز و تفکر برسه، آگاهیشو اونقدر ببره بالا که بتونه بره تو اعماق مغزش. مثل این چیزا هستن روانشناسا میشینن این چیزا تکون میدن، چی اسمه؟ چیکارت میکنن؟ هیپنوتیزم. روانشناس مثلا هیپنوتیزم میکنه، میری مثلا زندگی قبلیت که وجود نداره مثلا میبینی. حالا تو میتونی این کارو بکنی، انقدر به درجه آگاهی یه فرد برسه که بتونه گذشته خودشو ببینه و همینطور گذشته‌شو که یادش بیاد. یعنی موقعی که تو رحم مادرش هم بوده میتونه یادش بیاد. آینده هم میتونه پیش بینی کنه طبق اون داده‌هایی که عقب داشته. اگه رو تناسخی که من قبولش ندارم بخوایم بریم جلو،
تو تمام احتمالات زندگی تو دیدی، یعنی تو زندگی قبلی یه سری چیزا رو گذروندی، بعد می‌خواستی وارد زندگی جدید چی، دوباره همه چی رو دیدی، دوباره وارد این زندگی شدی. تو اگه رجوع کنی به حافظه مغز تو اعماقش میتونی مثلا نگاه کنی که تو آینده چه اتفاق برات میفته. دژاوو هم که خب هممون میدونیم چیه دیگه، مثلا این صحنه برای من تکرار شده، من حتی بعضی وقتا دژاوو اینطوری میشم که 4 بار اون صحنه رو انگار دیدم، یعنی 4 بار اون منطقه رو رد کردم، اتفاق افتاده. دژاوو در اصل تشابه یک سری چیزهاست که ذهن میخواد به درک درستی ازش برسه. البته علمیشو دارم خدمتتون عرض میکنم، یعنی اینکه مثلا شما یک صحنه مشابه با این قضیه دیده باشی و ذهن مثلا به اون خاطره رجوع میکنه و اینا رو مثلا به هم میچسبونه، تو احساس میکنی این صحنه رو قبلا دیدی ولی در اصل این صحنه رو ندیدی، یه چیز مشابه با این دیدی. آخه علم زر میاد یه چیز دیگه میگه راجع به دژاوو. علم زر میگه قبل از اینکه هممون متولد شیم تو ابعاد خیلی کوچیک‌تر و چی میگم بهش نوترونی‌تر، مثلا خیلی ریزتر از این حرفا یه دور زندگیمون بهمون مثلا دیتاشو دادن. خب تو علوم زر همچین چیزی مونده، ما زندگی رو گرفتیم، حافظه رو تمام احتمالات، مثلا میلیارد بار من قرار بوده بمیرم، همه رو دیدم چجوری قرار بمیرم، با تمام وجود اون احتمالات اومدم تو این دنیا دارم زندگی میکنم. خب من میگم حالا اگه برگردی به اون حافظه قدیمی مثل یه هارد مثلا ریکاوریش کنی، میتونی آینده رو اونطوری ببینی، آینده خودت رو ببینی. چون این کار الان خیلی دارم میکنم، پیش بینی آینده یه چیزیه که خیلی اتفاق افتاده تو انیمیشن‌های مختلف، تو سیمپسون‌ها فلان به سال هزار مدلش رو دیدیم، دروغم در نیومده. این مثلا آینده نگری که من دارم میگم برمیگرده به مخ خودت، به حافظه‌ای که خودت داشتی، زندگی خودت. نه بگی مثلا 4 سال دیگه ترامپ میمیره، نمیدونم بایدن میاد میره با زن ترامپ ازدواج میکنه. خب شما مثلا پیش بینی سطحی دوباره ببین، من سعی میکنم همیشه چیزایی رو براتون مثال بزنم که همون حین بتونید مثلا انجامش بدین. حالا در ادامه هم بعدا یه سری ویدیوهای آزمایشی علمی که مثلا بیام چند تا چیزو با هم قاطی کنم، نه یه چیزی از توش در بیاد، نه اینطوری نه، علمی که همین حرفا رو بتونیم به تصویر بکشیم تو واقعیت. الان میخوام این نمونه سادهشو بهتون بگم. شما برید الان سال چند 2024 دیگه، گوگل سرچ کن 2024، فقط بزن 2024، بعد برو بزن 2025، بعد بزن 2026. توی قسمت ایمیجش که بری اتفاقات اون سالو همینطوری نگاه کن. این یه آینده نگری فانتزی ها، نه اینکه بگم مثلا واقعیت. تو میتونی اینطوری ببینی، تو مثلا فکر کنم 2030 35 این چیزا هم هست، سرچ کنی محتوای جالبی بهت گوگل میده. سرچ اشتباه نکن، 2024 بزن، 2025 بزن، 2000 فقط عددو بزن، اون ایمیجی که برات میاره خود یه برداشت کلی ازش بکن. آیا ذهن انسان محدودیت یادگیری داره؟ ببین به صورت کلی بله محدودیت یادگیری داره، اما خب محدودیتش به طول زندگی انسان فعلی نمیرسه. یعنی مثلا شما قبل اینکه بتونید اون محدودیت یا به اون محدودیت برسید عمرتون پایان پیدا میکنه. چندین هزار سال ممکنه مثلا این موضوع ادامه داشته باشه، ولی در نهایت محدودیت داره. اعداد رقمیش هم بخوایم نگاه کنیم، مثلا میگن که مغز انسان 2.5 پتابایت میتونه داده رو تو خودش ذخیره کنه که من اصلا نمیدونم چیه. بکنم اردوان 3 میلیون ساعت ویدیو. 3 میلیون ساعت ویدیو یعنی چی؟ یعنی تو روزی 10 ساعت هم بخوای یه ویدیو رو پلی کنی، تمام دیتاشو میتونه ذخیره کنه. اینطوریه که شاید شاید 300 سال 400 سال طول بکشه تا بخواد حافظت پشت. عمر ما نمیرسه. شاید حضرت نوح تستش کنه، مثلا یه دور ریست فکتوری که دوباره ادامه داد. بریم سوال آخر. چرا قوانین فیزیک تغییر نمی‌کنن؟ خب ببینید ما در طبیعت و در دنیای اطرافمون یک نظم کلی وجود داره و خب نظم به معنای اینه که ثبات کلی هست در کل جهان و شما در هیچ صورتی 2 به اضافه 2 رو به عددی غیر از 4 نخواهی رسونی. یک نظم ثابت شده و بدون تغییره. ببین حالا من اگه بخوام چیز کنم، میگن چرا قوانین فیزیک تغییر نمیکنه، به نظر من داره تغییر میکنه، ما متوجهش نمیشیم. به طور مثال توی این استا دیدین که خیلی معتقدن از سال 2012 به این ور زمان خیلی سریعتر داره میگذره و واقعا همچین چیزی هممون داریم حس میکنیم. صبح ظهر شب بی‌معنی شده، خیلی سریعتر میگذره. تو حتی اگه کارم نکنی تو خونه بشینی بازم داره کش میاد این قضیه. ببخشید اون موقع کش میاد، ولی اگه سر کار باشی درگیر باشی خیلی سریعتره که برمیگردم به نسبیت. ولی من نشستم اینو تست کردم، یه هفته تو حالت نرمال زندگی کردم، نه واقعا داره همیشه سریع میگذره. الان شما حساب کن، الان ماه دوم پاییز تموم شد، با تیشرت نشستیم، ببین قوانین داره عوض میشه.
یعنی الان طبق قوانین فیزیک و جو و هواشناسی بخوای بری جلو، طبیعت ما نباید با تیشرت نشینیم اینجا. همه چی نظم جهان هم داره به هم میریزه. خب اینم طبیعیه، آخر زمان نزدیکه و همه چی داره میریزه به هم. این نظر من. ممنون از شما. بای بای. ممنون از شما. ممنون از شما. ممنون از شما. ممنون از شما. و اگر به محتوای اینجوری علاقه داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر دوست داشتین محتوا ادامه پیدا کنه حتما تو کامنت ها بهمون بگید. اگر هم دوست نداشتید حتما این کارو نکنید. هیچ کس مجبورتون به هیچ کاری نکرده. شما هر چی بگید ما ویدیومونو میذاریم. من اصلا خود من به شخصه فرق برامون نداره اینکه چی میگید یا نمیگید. ولی حالا صادقانه بخوام بهتون بگم، ما نه یوتیوبریم نه چیز خاص، صرفا شغل ما یه چیز دیگه است کلا. ولی دوست داریم که اطلاعاتی که به دست میاریم به اشتراک بذاریم. شاید این ویدیو کیفیت خوبی نداشته باشه، شاید خیلی بدون مقدمه باشه. این سوال توی همون طرح شده. توی همون واقعا تو همون دستش این سوال طرح شده. ولی بعداً آزمایشایی که من مد نظرم هست، اردوانم چند تا آزمایش داشت بهم گفته بود، ویدیویی می‌سازیم که جالبه. اینو دیگه خودمونیه، اونطوری که خودمون حال کردیم دلمون خواسته. آره. اصلا نمیدونیم ویو میخوره نمیخوره و اصلا اهمیتی نداره یا نخوره چیکار. ما میذاریم، ما هر روز میذاریم، هر روز که نمیذاریم. نه بیا خودمون رو دیگه بدبخت نکنیم. هفته یه دونه فعلا میذاریم. اگه ببینیم ویو بخوره که میذاریم، چرا نذاریم؟ بیشتر هم میذاریم. اگه ویو بخوره، اگه ویو هم نخوره بازم میذاریم. ما میذاریم. شما بیای ما بازم میذاریم. نگیم میذاریم. خودتون مراقب خودتون باشین. چاو. ها؟ چاو. بیا یه دونه اوترو خفن داشته باش. اوترو خفن. ابه